پوزیشن قاشیشن یکی از پوزیشن های راحت و صمیمانه است که برای زوجها در هر سنی به ویژه در 40 سالگی مناسب است. در اینجا برخی از بایدها و نبایدهای این پوزیشن را بررسی می‌کنیم. بایدها: نرمی و راحتی. از یک تشک نرم و راحت استفاده کنید تا احساس آرامش بیشتری داشته باشید. این پوزیشن نیاز به راحتی برای هر دو طرف دارد. تنظیم وضعیت بدن. در این پوزیشن یکی از طرفین به پهلو دراز می‌کشد و طرف دیگر نیز به صورت قاشقی در کنار او قرار می‌گیرد. باید اطمینان حاصل شود که هر دو طرف در یک خط قرار دارند تا احساس نزدیکی و صمیمیت بیشتری ایجاد شود. تنظیم تنفس. به جای تمرکز تنها بر روی لذت جسمی، سعی کنید تنفس عمیق و آرامی داشته باشید که به آرامش و کاهش استرس کمک می‌کند. برقراری ارتباط. قبل و در حین این پوزیشن با شریک خود ارتباط برقرار کنید. این ارتباط می‌تواند از طریق صحبت کردن یا ایجاد تماس‌های غیر کلامی باشد. نبایدها: اجبار. هیچگاه نباید احساس کنید که باید در این پوزیشن بمانید یا این کار را انجام دهید. همیشه بر اساس راحتی و تمایل هر دو طرف پیش برید. عدم توجه به نیازها. از نیازها و احساسات شریک خود غافل نشوید. اگر یکی از طرفین احساس ناراحتی کند، باید فوراً تغییر وضعیت دهید. توجه به درد یا ناراحتی. اگر در حین این پوزیشن احساس درد یا ناراحتی می‌کنید، باید فوراً آن را متوقف کنید. این پوزیشن باید خوشایند و لذت بخش باشد. مزایای پوزیشن قاشقی در سن 40 سالگی: صمیمیت و نزدیکی. این پوزیشن باعث ایجاد احساس نزدیکی، عاطفی و فیزیکی بین زوجها می شود. کاهش فشار بر روی مفاصل. به ویژه در سنین بالاتر، این پوزیشن فشار کمتری بر روی مفاصل و استخوان‌ها وارد می‌کند. سازگاری با تغییرات جسمانی. در سن 40 سالگی ممکن است برخی تغییرات جسمانی ایجاد شود که این پوزیشن به راحتی می‌تواند با آنها سازگار شود. در پوزیشن قاشقی سپون پوزیشن چندین قسمت از بدن تحریک می‌شود که می‌تواند به لذت جنسی کمک کند. این تحریک بستگی به نحوه قرارگیری و نزدیکی بین دو شریک دارد. قسمت‌های تحریک شونده در پوزیشن قاشقی کمر و باسن. با توجه به نزدیکی بدنها، ناحیه کمر و باسن هر دو شریک در این پوزیشن به خوبی تحریک می‌شود. این تحریک می‌تواند حس لذت و نزدیکی عاطفی را تقویت کند. سینه‌ها. در این پوزیشن بدنهای هر دو شریک به یکدیگر چسبیده است و می‌تواند باعث تحریک سینه‌ها شود، به ویژه اگر یکی از طرفین سینه‌های دیگری را لمس کند. پیشانی و گردن. با نزدیک شدن و تماس بدنی می‌توانند احساساتی مانند عشق و راحتی را ایجاد کنند و تحریک عاطفی را افزایش دهند. مناطق حساس. بسته به نحوه قرارگیری، برخی نقاط حساس در بدن ممکن است تحریک شوند، مانند ناحیه داخلی رانها و نقاط حساس دیگر. مزایای تحریک در پوزیشن قاشقی. این پوزیشن باعث نزدیکی عاطفی فیزیکی بین شریک‌ها می‌شود که می‌تواند به ایجاد احساس رضایت و آرامش کمک کند. همچنین این پوزیشن به راحتی و بدون فشار بر روی مفاصل انجام می‌شود و برای زوجهایی که ممکن است به دلیل سن یا وضعیت جسمانی محدودیت‌هایی داشته باشند، بسیار مناسب است. تاریخچه روابط جنسی. بسیاری از پوزیشن‌های جنسی از زمان‌های باستان وجود داشتند. مطالعات تاریخی نشان می‌دهد که انسان‌ها از دیرباز به دنبال کشف روش‌های مختلف برای برقراری ارتباط جنسی بودند. بریک. ادبیات و هنر. پوزیشن‌های مختلف جنسی از جمله قاشقی در ادبیات و هنرهای تصویری در طول تاریخ به تصویر کشیده شدند. این موضوع نشان دهنده اهمیت نزدیکی عاطفی و فیزیکی در روابط انسانی است.